آقا جون یه کاری بکن. من نمیرم. قدیمه بسته با تو هم قدیمه. پاشو برو. خدای من خدا. حسن جان نمیشه. انگشتی که دولت قطع بکنه دیگه رشد نمیکنه. چطوری نمیشه آقا جون؟ بابامون دزدید، مارم میدوزه، بعدم میندازه یه گوشه. اون فقط اشک چشم داره. شما بدون بابا موندین، مادر بزرگتونم بی پسر. دیگه نمیشه کاری کرد حسن. از عقلمون باید استفاده کنیم. یعنی پا پس کشیدی؟ یعقوب تاشکین فقط وقتی جونش از بدنش بره پا پس بکشه. غیر این حالت ممکن نیست. حالا ما چی کار کنیم آقا جون؟ دولتم گاهی خطا میکنه دخترم. نگران نباش، من شما را همونطوری که میرین پس میارم. چطوری؟ صبور باش. از شما ممنونم. میتونیم بریم. روز بخیر. عزیزای دلم، امانتای پسر عزیزم، یادگارای من، پاره های تنم، تحمل کنین عزیزترین ها. اصلا قصه نخورید. تا وقتی من زندم هیچکی نمیتونه شما رو ازم بگیره. هیچکی نمیتونه بگیره. حسن جان اشاره کنی عمود پرواز میکنه میاد پیشه. هیچ وقت اینو یادت نره. همیشه تو قلب عمه ای باشه. عمه قربونت بره عزیزم، عمه قربونت بره. همیشه چشم انتظارت میمونم. آخ عمه فدات شد. حالا کنم قربونت برم. ببین چی میگم زن. از دماغ نوهام خونی بچکه، سنگی به پاشم بخوره، از زندگی پشیمونت میکنم. از امانتام بیشتر از جونت محافظت کن، وگرنه خودم جونتو میگیرم. مؤدب باش یعقوب خان، اینطوری که نمیشه. بابات هست همچی آدمی نبود آقای وکیل. حالا آدمو میفهمید. بچه ها زود باشین، از پرواز جا میمونیم ما. بریم سوارشیم بچه ها. قربونت برم، نظر برم. به خدا چجوری دارم میرم، عزیزانم دارم میرم. ای خدا، ای خدا، نظر برم تو، به خدا نظر برم. ساکت شو زن، نمیخواد فیلم هندیش کنی. بهت گفتم پسشون میارم.
بدریه جون دخترم پسرم دست تو امانت مراقبشون باشه قربونت برم عزیزم باشه عزیزم قربونت برم برید دیگه برید سوارشین تماشین قدیم خدا ازت راضی باشه برای بچه هم زحمت کشیدی اما من از خودم اصلا راضی نیستم خدا کنه که اون هواپیما سقوط کنه اون هواپیما تو بمیری و فقط جنازت آتیش بگیره من ببینم خدا جزاتو بده برو تو ماشین لطفا برو لطفا خانم جون آقا جون چجوری تحمل کنم من 2 سال که هیچ یک ثانیه هم نمیخواستم ولتون کنم حالا بگین تقدیر بدشانسی هرچی که اسمشو میذارین اما هیچ وقت نگین انتخاب مادرمون بود من همش لحظه شماری کردم تا بهتون برسم باشه قبول دارم از من ناراحتی ناامید شدین از من اما بهتون قول میدم که همه زخماتون رو خودم مرهم بشم قطر قطر اشکایی که برام ریختی رو تبدیل میکنم به خنده دوست هم میشیم دست تو دست هم یه زندگی جدیدی رو تشکیل میدیم تو حسابی تو زندان رویا پرداز شدی سرمونو بردی ساکت باش حسن جان مادرها خیلی حرف از بچه هاشون میشنون اما هیچ کدومو به دل نمیگیرن ناراحت نمیشن پسرم برای چمدونا بهشون کمک کن نوه یعقوب تاشکین چمدون بلند کنه خودت بیار باشه من میارم تو دیگه برو وای نستا اومدنی به خاطر من نرفتی فرست کلاس بلیت برگشت تو لااقل عوض کن من خودم با بچه ها میام فکر خوبیه باشه ازت ممنونم قدیر نمیدونم چطوری باید جبران کنم کاری نکردم هر از گاهی یه خبری از خودتون بدین کافیه برسم میام برای تصفیه حساب کلی هم خرج کردی اونا رو هم اضافه میکنم به دستمزد وکالتت باشه فرصت کردی سر بزن همدیگه رو ببینیم ممنونم سفرتون به خیر بچه ها تو استانبول میبینمتون بریم این مرده رو دیگه نبینم وگرنه فکر دیگه ای میکنم تا اون چمدون اول بیار بعد حرف میزنیم بدریه جان بریم دیگه عزیزم بریم خوش اومدی برادر آقا داداش یعنی چی؟ کاشی خبر میدادی بالاخره جلوی گلپری رو میگرفتیم یک جوری اتفاقا واسه همین صداتون کردم
علی عمو جان. تو با اجدر برین، من با بابات خصوصی میخوام حرف بزنم. چشم عمو جان. چطوری اجدر؟ آقا داداش اجدر خرابکاری کرده درست، اما بهت بگم کل شهر دارن راجبش حرف میزنن. مجبوریم دهان مردم رو ببندیم. به نظرت یعقوب تاشکین به این فکر نکرده سلیمان؟ خوب گوشتو واکن. تو فکرمه که هم اجدر رو تبرئه کنم هم نوه ها و پس بگیرم. حالیت شد؟ هرچی تو بگی، سری دست به کار میشی. تو اون پسرت علی رو کنترل کن، سر و سامون بده، برام کافیه. ببین چمدونا از اونجا سر میخورن و میان. ما با دقت نگاه میکنیم که یه وقت رد نشه. باشه؟ گشنت شده؟ وقتی اون نامه ها رو برام می نوشتی فقط همونا سر پا نگه هم داشت. اگه زنده موندم به خاطر توه. تو وقتی برام اونطوری می نوشتی منم گفتم تنها نیستم، پس بچه های من چشم انتظارم هستن. نفهمیدم از دستم عصبانین. فکر کردم اگه خودم نامه بنویسم بهتره، مثل قصه ها که وقتی چشممونو باز میکنیم از خواب بیدار میشیم. جان بیا اینجا. نمیخواد اونجا وایسی، بیا داداش. یه بخیر. با بابات حرف زدیم، یکم اختلاط کردیم. میدونی که دادگاه با رأیی که داد نوام ازم گرفت. میدونم عمو، شنیدم منم. یعنی شما که منو میشناسی عمو جان. امر کنی آماده. تو حالا اینو به من بگو ببینم، تو هنوزم بدریه منو میخوای یا نه؟ رسیدیم.
اینجا ببکه، جای قشنگیه، شما هم حتما خوشتون میاد. خونه اینجاست، بریم. بیا پسرم، تا وسایلتون رو باز کنی منم سفره رو میچینم. غذایی که دوست دارین رو پختم براتون، همه رو گذاشتم تو یخچال. مواظب باش. مطمئنین چیزی نمیخواین بخورین شما؟ نه متشکرم، راحتم. ببخشین دیر کردم. عیب نداره، بفرمایید. خب حالا که آقا قدیرم اومدن من در خدمتتونم. چرا تشریف آوردین؟ راستش منم نمیدونم. قدیر خواست بیام. عشقم بگو چرا اینجایی؟ نه بالا نیستیم، اینجا طبقه پایینی. بیاین بیاین. بیاین توی دیگه. بفرمایین آقا ازگور. گلپری دخترم، سفارش من که یادت نمیره؟ نه فردا صبح میخرم میسرم جلوی دریتون. آها، فردا تخم مرغ باشه. خب تخم مرغ ارگانیک باشه؟ آره دیگه باشه. باشه، شبتون بخیر. شبت بخیر دخترم. بیاین تو اینجا سرای داری؟ آره، به جای کرایه اینجا من سرایداری میکنم، اما خیلی نیستن، همش 8 واحده. باورم نمیشه. از امارت آقا جونم اومدیم تو خونه سرایداری. یعنی چی؟ خونتی نه؟ اینجا که سوراخ موشه. نه خیرم، من نمیتونم اینجا زندگی کنم. بله اینجا خونمونه و همینجا هم زندگی میکنیم. بیاین تو. پسرم کفشاتو در بیار. اگه اینجا به نظر تو خونه است، برای من نیست. اینا رو بپوش دخترم. چند تا اتاق داره؟ اینجا که سالونه. اتاقتونم نشون میدم. بیا عزیزی دلم. بیا داداشون. اینجا اتاق شماست. تو فکر کردی من پسر بچه‌ام؟ چرا با اونا توی اتاق باشم؟ من اتاق جدا میخوام. باشه پسرم، تو خواستی تو اتاق من بمون، من با بچه ها میمونم. یعنی چی آخه؟ من تک دخترم، اگه اتاق جدا هست باید مال من باشه.
الان یکم ناپسند همدیگه رو متهم کنیم، اما شیما نخواست مادرم با ما بمونه. مادرم هم رفت. الان دارین متهمش میکنین؟ نه، متهم نمی کنم. اما بعد از اون دعوا، یعنی یه هفته بعد از اینکه مادرم از خونمون رفت، تو خونه خودش وقتی تنها بود خونریزی مغزی کرد و مرد. اتفاقی پیداش کردن. یه ساعت همونطوری بیهوش افتاده بود. همش فکر میکنم اگه شاید تو خونه ما پیشمون بود خیلی سریع میبردینش بیمارستان. 17 روز تو کما بود. 3 ماه تو بیمارستان تحت نظر بود. اما مادرم برای من خیلی با ارزشه. بگذاریم، الان موضوعی نیست. شاید تو جلسه بعدی بگیم. از آشپزخونه ساحل معلومه. میدونم که کوچیکه، اما خب آبی دریا رو دیدن برای آدم خوبه. من اینجا نمیمونم. مثل لونه پرنده است برام. دیگه اتاق نداره؟ عجب خونه ایه. نه. پس نداره. حالا فعلا لباساتون عوض کنین تا بعداً در مورد اتاقا صحبت کنیم با هم. منم برم غذاها رو گرم کنم. بعد از اون جریان ما یکم از هم دور شدیم. یه چیزایی بینمون کمرنگ شد. مثل 2 تا غریبه شدیم. الانم ماها گذشته. بعد از 1 سال یه شب با دوستام رفته بودم بیرون و با یه خانم آشنا شدم. بعدشم اومدم به شیما گفتم. عشقم بگو که به من خیانت کردی. آخه خیانت نکردم. قصدشو داشتم اما خیانتی نکردم، گرچه میدونم چیزی عوض نمیکنه. این که این تون صدا و رفتارات یعنی برای تحت فشار گذاشتن منه. موفق شدی. بگذاریم. بعد شیما دوز رفتاراشو برد بالا. گوشیمو چک میکرد، لپتاپمو زیر و رو میکرد، همش منو تعقیب میکنه. تازگیام که رفته همکار وکیلمو تهدید کرده و ازش اطلاعات گرفته. اون وقت بعد از چیزایی که شنیده رفته جلوی یکی از موکلام که یه خانومیه رو گرفته و اونو تهدید کرده. از کنترل خارج شده. تو چه انتظاری داشتی؟ اگه کاری کردم برای حفظ زندگیمونه بازم لازم باشه میکنم. من عمرمو به پات گذاشتم. یه بچه برات بزرگ کردم. برای تربیت بچه‌مون کارمو ول کردم. 1 کلمه هم حرف کارمو پیش کشیدم قدیر. برای اینکه تو کارت پیشرفت کنی من خودمو فدا نکردم.
کاش که نمی کردی. میدونم کاش که نمی کردی. خسته شدم از اینکه همش مقصر باشم. خسته شدم. یه خطایی کردم، قبول کردم. الانم بازم دارم میگم قبول میکنم، اما یه عمر نمیتونم تاوان اونو پس بدم که. بسه، کشش ندارم دیگه. اینطوری نمیشه. باید هر طوری هست اینجا حلش کنیم، وگرنه امکان نداره بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. این حرفا به جایی نمیرسه. به نظرم تا همینجا بسته دیگه. شیما آقای قدیر. شیما کاش که لباستون عوض میکردین. غذاهایی که دوست دارین رو پختم. هر شب که سرم رو میذاشتم رو بالش این لحظه رو تصور میکردم. لحظه‌ای که دوباره با هم سر یه سفره باشیم. اینکه حسن از دعواهاش تعریف کنه، بدری هم از داستانایی که تو مدرسش هست بگه برام. تعریف کنه که چطوری دختر رو تو سن نوجوانی ازدواج میکنن و ناراحتن. شاهزاده منم از آخرین کتابی که داره میخونه بگه برام عزیز دلم. بوتون مشامم رو پر کرده. وای چقدر حرف زدم. گوشت موندین خیلی هم دیر شده دیگه. ما از غذای تو سیریم. غذا و خونت هم مال خودت. باشید بچه‌ها، اینجا جای ما نیست. کجا؟ جان پاشو. کجا دارین میرین؟ بچه‌ها مسخره بازی در نیارین. حسن کفشاتو بپوش. ولم کن. مگه عقلت کمه؟ ما چرا باید اینجا زندگی کنیم ها؟ چرا؟ آشپزخونه آقا جون اینا از کل اینجا بزرگتره. میخوای ما رو بندازی تو این سوراخ موش؟ بالای سرمون تو سقف لولای فاضلاب رد میشه. اینجا هم موش داره هم سوسک. پنجره‌اش هم که قد کف دست میمونه. حتی نور آفتابم ازش رد نمیشه. ببین رطوبت هم که داره. اگه واقعا مادری و ما رو خیلی هم دوست داری، چطوری راضی میشی ما رو اینجا نگه داری ها؟ بدریه جان، از همون فاصله بگیر. دنبالمونم نیا. بودو جان برو. شیما شیما خیلی خوب، درو باز کن حرف بزنیم. شیما باز کن. حسن
بدریه. عوض این که بمونین تو خونه را افتادین تو کوچه خیابون. نمیتونیم با تو توی یه خونه بمونیم. ما که گفتیم نمیخوایم، تو ما رو به زور آوردی. خب من مادرتونم، خواستم یه جا باشی، میخواستم دوباره یه خانواده باشی. ما یه خانواده داشتیم، مامانمون قدیمه بود، آقا جونمونم بابامون بود. اونجا هر چی میخواستیم برامون مهیا بود، هر کاری میخواستیم برامون میکردن، همه چیز داشتیم، همه چیز. ما رو لای پرقو بزرگ کردن، اما تو ما رو انداختی توی چاله. پولی که تو میگیره اندازه پول لاک دست منم نمیشه، فهمیدی؟ حتی پول لاکم هم نمیشه. الان اینا خیلی مهمه. دنیام پول داشته باشی وقتی خانواده نداشته باشی به چه درد میخوره؟ چرا نمیفهمی؟ وقتی تو نبودی ما اوضاعمون خوب بود. با اینکه تو رو نخواستیم باز اومدی ما رو از خونمون جدا کردی و بردی اینجا. الانم میخوایی با هم توی خونه زندگی کنیم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. ببین منو، اگه مادری پس وظیفه مادری تو انجام بده. ما تو رو نمیخوایم، ما رو بفرست بریم. بفهم دیگه سن، ما تو رو دوست نداریم، فراموشت کردیم رفت. من میرم هوا بخورم سیرا. کاش لااقل تو خونه یه لقمه غذا میخوردی. جان گشنت شده عزیز دلم، میخوای برات سیمیت بگیرم؟ بدریه! علی! این علی پسر سلیمان اینجا چی کار میکنه؟ پسرم اینجا چی کار داری؟ را بیا بدریه، دیگه استانبولگری بسته. دخترمو کجا میبری؟ با بزرگت خواستگاریت کردم موافقت کرد. چی؟ میریم عروسی بگی. وایسا ببینم دخترمو ول کن. چی کار میکنی تو؟ چه عروسی؟ دختر من هنوز بالغ نشده، سرپرستیش با من اجازه نمیدم عقدی انجام بشه. مامان جان ببخشید اما با سخت فقط عاقد کافیه، نه اجازه کس دیگه ای. اینجا هم که عاقدی مگه نمیشه. شهر هرت اینجا؟ دخترم بالغ نیست، به خدا میدم به دست پلیس و ول کن دخترم. دست تو بکش، دخالت نکن. زن علی بشم خیلی بهتره تا تو اون طویل زندگی کنم. به جای سرایداری خانم خونه میشم. بالا بریم. پسرم تو یه کاری کن. من که نمیتونم رو حرف آقا جون حرفی بزنم. نمیتونم ببریش. دست دخترمو ول کن، به خدا پلیس خبر میکنم الان. کمک کنین. خواهرم زنگ بزن پلیس. خدا یه کاری کنین. برو کنار وایستا. بدریه پیاده شو از باشین دخترم، پیاده شو بدریه. بدریه دخترم. زودتر گازشو بگی بریم. دخترم بدریه وایسا. بدریه نگه دارین ماشین رو، وایسین. تو رو خدا دخترم. بدریه تو رو خدا نرو باهاشون، نگه دارین. عزیز دلم نرو با اون. دخترم بدریه کمک کنین تو رو خدا. بدریه یکی کمک کنه.
بدریه گلپری